السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه رمضانی است. هر روز برای شما از دردانه های حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم بر شما می رسانیم که امروز حدیث وجود دارد که عایشه مادرمان رضی الله عنها می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. هر کسی که در ماه رمضان وفات بکند او روزه های قرضی داشته باشد، پس ولیش، سرپرستش، پدرش یا که برادرش از نام او روزه می دارد. بنابراین این روزه فریضه می باشد. یک شخص به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفت ای رسول خدا، ان امی ماتت و علیها صوم شهر افاقضیه عنها. یک شخص آمد گفت ای رسول خدا، مادرم وفات کرده است، او یک ماه رمضان روزه قرض دارد، آیا من از بجای او پردازم؟ پیامبر گفتند نعم فدین الله احق ان یقضی. این قرض الله را بهتر است، اولاتر است که او را بجایش تو روزه بگیری. اگر ما وقتی که وفات کردیم قرضی از یک شخص قرض گرفته باشیم، ولیمون پدر برادرهایمان می پردازد و اینشون قرضی که داریم باید ولی و نزدیکان خود او را از جایش پرداخت بکند. بنابراین باید شخص کوشش بکند که این روزه ها را، روزه های فرض، این روز ماه رمضان روزه فرضی می باشد که نماز، روزه، زکات، حج، اینها که حج به قدر استطاعت اگر توانی ثروت داشته باشد، توانی رفتن داشته باشد، فرض می شود. این بود حدیث هایی که تعلق به رمضانی است، هدیه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.